یک دوست داشتم از عالم گذشت. دو درکی داشت مدت نگذشت دوامی سال او هم از دنیا گذشت و هر باری که مادرش زخمی شود بعد به من زنگ میزنه میگوید کمی صحبت کنیم راستی بسیار دردناک است. فهمیدنم بسیار دشوار است چون فرزندامون پیشمون بازی میکنن میگردن. این درد رو ما حس کردن نمیتوانیم. بچه خردکک دارم. هر باری که من زخمی شدم اگر که آب دیده کنم یگانه آب دیده است که انسان رو بای میکنه سبک میکنه. بعد آمد از روی هم بوسته کرده هم میگیرد. خردکک است. مادر زنگ میزند میگوید کمی هم باشد صحبت کنیم. از صحبتش اون درد دارد هیچ توخط کردن نمیتوانم. چند پیش ما صحبت کرده بودیم. چند پیش من واقعه رو نقل میکنم. بعد که پسرش گذشت دوم پسرش گذشت جایی که فرزند باید شوهر باید پهلویش باشد جایی که در همین حالت پهلوی مادر باشد شوهرش پرتافت او را بررسی رفت زنی دیگر گرفت. نمیدونم از جهل بود از فعلش بود چیزی بود. خیلی کار خدا است. زن تنها موند. اکنون تصور کنید که زنی که دو فرزندش گذشت نیست ندارد. دیروز پیش چشمش بازی میکرد امروز نیست. شوهری که تکیه گاهش بود برو تکیه میکرد. تا زنها خوب میدونن نیست. شوهر پرتافت رفت. چه مصیبت بالای هم. سری چند مدت زنگ میزند دل برداریش میکنه میگه مادر توخط کن. نوری به سرم رفته است جان جگرم رفته است. نفرانی که فرزند گم کردن این درد رو خوب میدونن. خدا میدید خدا میگیرد. هیچ چیز به همت نیست. نوری به سرم رفته است جان و جگرم رفته است. از این عالم فانی شهد و شکرم رفته است.